گردو پیشوا رو عطر و طعمش رو هیچ جا ایران نداره. ایشون عمو علی عبدیه، خواجه محرم همه گردوهای ایران. شغلش گردوزنیه. من بچه شهرستانم، شهرستان علیشتر. فصل گردو شهر به شهر میره و گردوهاشونو میزنه. پیشوا تنها شهرستانی است که در 7 و 8 خرداد گردوش به دست میاد. از خرداد پیشوا تا آبان مناطق سردسیر. خودم گردو زنم، دورستان گردو میزنم، هم شهرستان نهاوند. کار سختیه ها. تو ایران پیشوا در این فصل گردوش به دست میاد. دستا هم همه سیاهه. به روزی 70,000 تا 100,000 تا گردو هر روز پیشوا میره بیرون. همین تعدادم سهم گردو قاپا میشه. یه قسمت گردو شهرستان پیشوا میره کن خودش داره ها، ولی اون موقع نرسیده. یه قسمتش میره دربند، میره درکه، یه قسمتش هم میره لواسون، اونجا مغز میکنن، بعد تا گردنه امامزاده هاشم تا شمال. ایشون هم حامد بوربور، سلطان گردوهای پیشوا. خب بچه ها کار من نیست، کار من فقط زنده است. اونا چند تا کارگرن، خب میبرن تو دستاشون میگیرن، حدودا 20 تا ضربه میزنن و کامل قابشو کامل در میارن و به وسیله دست فروشا تو خیابونا میفروشن یا جاهای دیگر صادر میکنن.